Well, it's a real pleasure to be here with you this morning. باعث افتخاره که امروز با شما هستم. So as a quick introduction, my name is James Saunderson and I'm married to Friederike and have two children, Heidi and Ralph, who just left. اسم من جیمزه، همسرم Friederike, Heidi. و فرزندانم هایدی و رالف اینجا با ما هستن. And I'm what is known as a stagiaire at Église Protestante de Woluwe, so I'm doing 2 years there. و دارم دوره کارآموزی رو در سازمان در واقع کلیسای پنتیکاست ولوه اونجا دارم سپری میکنم. I've just completed my first year at the Brussels Bible Institute. و همین چند وقت پیش سال اولم رو در سازمان آموزشی کتاب مقدس بروکسل به پایان رسوندم. And before that, I worked in various roles in the British government. و قبل از اونم در دولت انگلستان کار میکردم. And just so you know, in light of recent events, I am not English, I'm from Northern Ireland. و برای اینکه خیال همم راحت بشه، من خودم بریتانیایی نیستم، من ایرلند شمالی هستم. So I'm aware that given this is a predominantly Iranian congregation, that many, if not all of you and your families, have been directly affected by the ongoing war in Iran. میدونم که در یک کلیسای عموما ایرانی، اگر که نه همه، شاید اکثرا ایرانی باشن هستم و همچنین هم میدونم که دنیا یه جورایی به هم پیچیده است و اوضاع خیلی خرابه. And from my time living in London, where I was until last year, I have a few connections with Iranian Christians. سالهای اخیر که تو لندن زندگی میکردم با چند تا ایرانی مسیحی آشنا شدم. And it is clear that for them, this war raises profound questions of identity, and it's that which our text today addresses. و با توجه به جنگی که پیش اومده میدونم که سوالهای بسیار زیادی هم در مورد وضعیتشون و ایمانشون و وضعیت در واقع کنونی برای همه ایمانداران به وجود میاد. Our first heading today is live as God's people with renewed hearts. اولین سرفصلی که امروز میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم اینه که چگونه به عنوان قوم خداوند و با قلبی نو زندگی بکنیم. We're looking today at Colossians chapter 3 verses 12 to 17. میخوایم نگاهی بندازیم به کتاب کولوسیان فصل 3 آیه 12 تا 17. دوستان بعدم امیر قسمت رو برام بخونه. امیر will read. از همچون نام برگزیده خدا که مقدس و بسیار محبوب است، بیشتر را به شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر مربع سازید. نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانچه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد او را ببخشید. چنانکه خداوند شما را بخشود، شما نیز یکدیگر را ببخشید و بر روی همه اینها محبت را در بر کنید و همه چیز را به هم می‌پیوندد و شما را کامل می‌کند. صلح مسیح بر دل‌هایتان پرتمنا باشد، زیرا فرا خوانده شده‌اید تا چون اعضای یک بدن در صلح و صفا بزدند و شکرگزار باشید. کلام مسیح به دولتمندی در شما ساکن شود و با مزامین، سرودها و نغمه‌هایی که از او هست با کمال حکمت یکدیگر را پند و تعلیم کنید و با شکرگزاری و از صمیم دل برای خدا بسپارید. و هر آنچه کنید، چه در گفتار و چه در کردار، همه را به نام خداوند عیسی انجام دهید و به واسطه او خدای پدر را شکر. آمین. So the Apostle Paul is writing to the church in Colossae, which is a small Roman city in modern-day Turkey. خب اینجا پولس رسول داره نامه‌ای رو می‌نویسه به یک کلیسا در شهر کولوسیان که یک در واقع شهر کوچک در ترکیه امروزی است. He sets out what it looks like to put on the new self and live a holy life.
اینجا در واقع پولس میگه خود جدیدتون رو برتن کنید و زندگی بکنید. Should check this. So in verse 11, is that on the, verse 11 is not on the screen? There No, it's before. verse 12. Right, okay. In verse 11, perhaps read verse 11, that may be helpful. اگر ممکنه آیه 11 رو هم برام بخونید اینجا. در این انسان جدید، یونانی یا یهودی، ختم شده یا ناشده، بربر یا سکایی، غلام یا آزاد دیگر معنی نداره، بلکه مسیح همه چیز داره و حق در همه است. آمین. آمین. Right. In verse 11, thank you for reading, he grounds the Colossians' identity in Christ. در آیه 11 در واقع میگه هویت شما کولوسیان در مسیحه. It is a very ethnically and socially diverse church. یک کلیسایی که بسیار از لحاظ فرهنگی و از لحاظ در واقع پشت زمینه قبیله‌ای خیلی دایورسه، خیلی متفاوت، افراد زیادی درش هستن. They're Jews, Greeks, Scythians, barbarians, slaves, and free. یهودی، غیر یهودی، بربری، سکایی، آزاد، برده، از هر قشری که فکر کنید در این کلیسا هست. But the ultimate and most vital identity they all have is that they are in Christ. ولی هویت نهایی و حیاتی که همه اونها دارا هستند هویت مسیحه. Scythians were a nomadic people from the northern coast of the Black Sea. سکایی‌ها در واقع افرادی بودن به قولم میگن نومادی یا افراد بومی بودن که در چادرنشین بودن که در اطراف ناحیه شمالی دریای سیاه زندگی میکردن. این افراد بودن. They were known for their ability to in breeding horses and riding horses. مشهور بودن به در واقع پرورش اسب و اسب‌سواری و در واقع جنگاوری. And they were known as fierce warriors. جنگجویان نترسی بودن. Their roots can actually be traced back to Iran. یونانی‌ها هم اونجا بودن که پشت زمینه متفاوتی داشتن. Fast. Greeks saw themselves as sophisticated city dwellers. یونانی‌ها خودشونو به عنوان شهرنشینان خیلی پیچیده‌ای میشمردن. خیلی مدرن در واقع. And they saw the Scythians as inferior and uneducated. Probably some fear and envy there. و بین این یونانی‌ها و این سکایی‌ها بین خودشون یه رده‌بندی ساخته بودن. یونانی‌ها خودشونو بالاتر از سکایی‌ها می‌دونستن. There was a lot of prejudice to be overcome, and this was also the case for the relationship between Jews and Gentiles and slaves and free. و یه جورایی غرور و خودخواهی زیادی بود بین این گروه‌هایی که اونجا بودن، بین یونانی‌ها و سکایی‌ها و عیناً بین یهودی‌ها و غیر یهودی‌ها. However, that hostility belonged to the old way of living, the old self Paul had described earlier in the chapter. ولی این چیزی که اینجا در واقع ما بهش اشاره کردیم اشاره میکنه به انسان کهنه یا روش زندگی کهنه‌ای که پولس در ابتدای این قسمت که نخوندیمش در واقع بهش اشاره میکنه. And this was to have no place among Christians. و پولس میگه این روش قدیمی یا این انسان کهنه هیچ جایی بین شما مسیحیان نباید داشته باشه. Christ is all and in all and binds all Christians in unity despite such differences. در واقع مسیح برای همه و در همه هست و فراتر از تفاوت‌های انسان‌های مسیح قرار می‌گیره. برای اتحاد باشه. To use a more trivial example for our context, بریم یه مثال ساده‌تری برای این مفهوم این قسمت استفاده کنیم. Mbappe and Michel Magnon play for different clubs most of the year, and if they met in the Champions League, Mbappe would be doing everything in his power to beat him. امباپه و در واقع میشل مینیان
اینا توی چمپیون لیگ دو تا تیم مختلف بازی میکنن. در طول در واقع رقابت چمپیون لیگ احتمالاً هر دوشون تمام سعی خودشون میکنن که اون یکی رو حذف کنن. But now they are Les Bleus together, and that club rivalry is put aside. ولی الان اونا آبی پوشان هستن و این تضادهای در واقع کلوب‌های فوتبالیشون رو بعد میذارن کنار. There's something bigger and more important that unites them, playing for their country, though that wasn't quite good enough this week. در واقع چیزی فراتر از اون تفاوت‌هاشون اینجا نقش پررنگی بازی میکنه و اون بازی برای تیم ملیشونه که اونها رو به صورت اتحاد دور هم قرار میده. البته به اندازه کافی خوب نبود این اتحادشون. Right. In order to live out their new identity in Christ as God's holy and beloved people with renewed hearts. برای یا به منظور در واقع زندگی کردن این هویت جدید که در واقع خداوند میگه مقدسین خداوند، این هویت جدید باید قلب‌ها از نو ساخته بشه. The Colossians would need to live with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. در واقع کولوسیان باید با مهربانی، عطوفت، صبر و محبت در کنار هم دیگه بتونن زندگی بکنن. They were to be who they really were. اونها باید تبدیل بشن به اون چیزی که واقعا هستن. Christians are to be different because they have been made new in Christ. They have new hearts. مسیحیان باید متفاوت باشن. چرا؟ چون از نو بنا شدن توسط قلبی تازه. And they are to exhibit all of these qualities which are vital for unity. و اونها باید تمامی این خصوصیاتی که در این قسمت هم بررسی شد شامل حالشون بشه، اون رو باید دارا باشه. It is also these qualities which enable the behavior set out in verse 13 of bearing with and forgiveness of brothers and sisters in Christ. و همین خصوصیاتی که اونها رو به سمت آیه 13 میبره که میگه یکدیگر را تحمل کنید یا متحمل بارهای یکدیگر شوید. This is what Paul means when he commands the Colossians to put on the new self or to clothe themselves. در واقع اون چیزی که پولس اینجا منظورشه، میگه انسان نو رو برتن کنید یا همچون لباس این نو بودن رو برتن کنید. They are to continue to actively live out their new identity in their distinct behavior. اونها باید دائما این هویت جدید رو و این هویت متفاوت رو در عمل زندگی بکنن. And this new self reflects the new status of the Colossians. و این انسان جدید در واقع وضعیت و یا حالت جدید اعضای کلیسای کولوسیان باید باشه. They are a forgiven people, so they should also forgive each other. اونها قومی بودند یا افرادی بودند که بخشیده شده بودند، پس باید ببخشند. The fruit described in verse 12 is the opposite of the fruit of the old self, of the life before becoming Christians. میوه هایی که در این انسانیت نو توضیح داده میشه میتونیم بگیم 100% متفاوت با میوه هایی که در انسانیت کهنه وجود داشت. This life included anger, wrath, malice, slander, and obscene talk. در واقع اون انسانیت کهنه که نتیجهش بدخواهی، تهمت، افترا و سخنان بد، فحاشی. Sorry, that's at verse 8, and as well as sexual immorality and covetousness or envy in verse 5. و همچنین در واقع روابط جنسی نامناسب و به تبعش طمع و کینه به وجود آورده بود. All of these things make unity impossible.
تمامی این چیزایی که گفتیم، یعنی تهمت، افترا، خشم، بددهنی، روابط جنسی نامناسب، طمع و غیره، اتحاد رو غیر ممکن میکنه. Rather, as verse 14 affirms, the Colossian Christians must live by love, which binds everything together in perfect unity. همونجور که در آیه 14 میگه کلیسای کولوسیان باید در واقع محبت رو زندگی بکنه و این محبتی که همه چیز رو به هم وصل میکنه یا همه چیز رو تحت پوشش خودش قرار میده. Christians should be distinct in how they treat each other, and above all else, they should be marked by love for one another. مسیحیان باید از روشی که با یکدیگر برخورد میکنن شناخته بشن حتی و با محبتی که به همدیگه دارن مشهور بشن. Paul makes clear elsewhere in the book that it's the knowledge of God which drives this positive change. پولس اینجا خیلی مشخص میکنه، میگه شناخت خداونده که اینها رو میسر میکنه. As they learn more and grow in Christ and His Word, they are changed. هر چقدر که اونها خداوند رو بهتر بشناسن و در مسیح بیشتر رشد بکنن، بیشتر هم تبدیل میشن یا تغییر میکنن. Our second heading is do everything in Christ and for Christ. دومین فصلی که در موردش صحبت میکنیم میگه همه چیز رو در مسیح و برای مسیح انجام بدید. Paul is clear that his purpose in writing his letter to the Colossians is to encourage them to stay rooted in Christ. پولس خیلی واضح اینجا مشخص میکنه که دلیلی که این نامه رو برای کولوسیان نوشته اینه که اونها رو تشویق بکنه که در مسیح، در واقع ریشه‌های خودشون رو در مسیح محکم نگه دارن. They are to continue to live out their new identity as His people. And he sets this out in chapter 2, verses 6 and 7. و اونها باید این هویت مسیحی رو زندگی بکنن به عنوان فرزندان خداوند. این رو در فصل 2 آیه 6 می‌بینیم. This theme is also visible throughout our last 3 verses, where Christ is at the heart of everything. همچنین در 3 آیه آخر این انجام هر چیزی در مسیح و برای مسیح واضح‌تره. در واقع اونجا میگه مسیح قلب همه چیزه که شما باید انجام بدید. In verse 15, Paul reminds the Colossians that they are all part of one body and so should live with the peace of Christ ruling them. در آیه 15 پولس بهشون یادآوری میکنه که اونها در واقع همشون اعضای یک بدن هستن و باید به دلیل همین اعضای یک بدن بودن باید در صلح مسیح زندگی بکنن. Jesus has not only reconciled the Colossians to himself by paying for their sin, عیسی مسیح نه تنها کولوسیان رو در واقع با خودشون آشتی داد، با خود مسیح آشتی داد به طریق پرداخت گناهانشون، he has also reconciled them to each other by making them one people and one body together. همچنین اونها رو با یکدیگر آشتی داد و اونها رو تبدیل کرد به یک بدن و یک قوم. The word for rule in the original Greek is a word used to describe the arbitration, the decision making that took place in the Olympic Games. کلمه‌ای که اینجا استفاده میکنه در واقع در یونانی واژه رول هست، یعنی فرمان روایی کردن، ولی در واقع ریشه اون کلمه از داوری میاد، مثل داور مسابقه. Someone would rule or act as a referee or umpire to decide the victor. در واقع کسی به عنوان یک داور، فکر کنیم مسابقات المپیک، به عنوان داور یا قاضی تصمیم میگیره که چه کسی پیروز شده این وسط. While there may be conflicting desires in the Christian's heart, the peace of Christ must be allowed to have the final decision. به همین طریق داوری، اگرچه که ما ممکنه خواسته های دل خودمون رو داشته باشیم، ولی در نهایت این صلح مسیحه که باید حرف آخر رو بزنه.
The Colossians have been called to this new way of living. اینجا کولوسیان فراخوانده شدن به یک روش جدید زندگی. Jesus has brought them together, so they must put their rivalry aside and serve each other. عیسی مسیح اونها رو فراخوانده، پس اونها باید این دعواهاشون رو یا تضادهاشون رو کنار بذارن و با همدیگه زندگی بکنن. They must do this because they are now inseparably bound to each other as one body. اونها در واقع تبدیل شدن به اعضای جدا ناپذیر یک بدن. They are incomplete without the rest of the parts of the body, the other members of the church. اونها اگر اعضای کلیسا نباشن، مثل یک بدنی که قطع عضو میشه ناقصه، کامل نیست. The Colossians may be very different individually, but they all form one body together, as the organs, the limbs, and the bones form their body. کولوسیان اگرچه که اعضای متفاوت و مختلفی داشت و این اعضا با همدیگه متفاوت بودن، ولی همه اونها با همدیگه یک بدن رو فرم میدادن، میساختن. مثل بدن انسان که ارگان‌های مختلفی داره ولی در کنار هم بدن رو میسازه. Paul adds one simple instruction: be thankful. پولس اینجا یه دستورالعمل ساده میده. یه دونه. میگه شکرگزار باشید. How much division and rancor are caused by our lack of thankfulness, wanting to get our own way. چقدر جدایی ها و خصومت ها یا کینه ها در واقع به وجود اومده به دلیل عدم سپاسگزاری و شکرگزاری. Paul has already condemned the envy that marked the old self, and thankfulness is the antidote to that poison. پولس رسول قبل از این قسمت در واقع توبیخ میکنه طمعی که در دل انسان ها وجود داره و یه جوری داره میگه پادزهر این طمع شکرگزاریه. Next, Paul exhorts the Colossians to let the word of Christ dwell richly within them. و بعد از این پولس در واقع گوشزد میکنه به کلیسای کولوسیان یادآوری میکنه که اجازه بدید کلام مسیح در شما در واقع غنی بشه. واژه غنی ترجمهش بشه من نمیدونم. I can't help, sorry. Just a moment. Sure. نمیدونم ولی واژه در واقع میگه اجازه بدید که کلام دولتمندی به غنا در واقع در شما ساکن شد. Right. It is through listening, reading, and meditating on the Word of God that one is rooted in Christ and enabled to live their life in Christ. این از طریق شنیدن، خوندن و تمرکز بر روی کلام خداونده که اجازه ما میدیم در واقع مسیح در ما ریشه بزنه و ما رو قادر بسازه که زندگی برازنده مسیح داشته باشه یا زندگی مسیحایی داشته باشه. Notice that it isn't just an individual activity. دقت بکنید که این چیزی که اینجا در واقع ذکر میشه فعالیت فردی نیست. They are to teach and admonish one another. This is something they do as a body, a church together. در واقع اینجا میگه به یکدیگر آموزش دهید، به یکدیگر یادآوری بکنید که در واقع مثل یک بدن برخورد بکنید. One of the main ways they're to teach and admonish one another by the word is by singing. یکی از روش‌هایی که ما میتونیم مسائل رو به یکدیگه دو تا ترجمه می‌کرد. میشه گفت یادآوری، میشه گفت گوشزد کرد، سرود خواندنه. I was here in February during a prayer meeting. من تو ماه فوریه اینجا برای یک جلسه دعا پیش شما بودم. And though I couldn't understand the words that were being sung, اگرچه که نمیدونستم چه سرودهایی داره خونده میشه، کلام رو متوجه نمیشدم. I could see how you were exhorting one another by singing, and I found that most edifying.
ولی متوجه بودم که چگونه شما با این سرودها دارید مسائل رو به هم دیگه یادآوری میکنید. Paul once again emphasizes the importance of gratitude. It's to mark everything a Christian does. پولس دوباره یادآوری میکنه اهمیت ویژه سپاسگزاری و شکرگزاری، این آن چیزی که هر مسیحی باید انجام بده. Paul finishes our section with an all-encompassing command. Do everything for Christ. پولس این قسمت رو با یک دستور، حالا واژه‌اش میشه جهان شمول، کلی به پایان میرسونه. میگه هر چیزی رو در مسیح، هر آنچه که انجام میدید در مسیح انجام دهید. I certainly have a habit of thinking of Sunday as a day I act like a Christian and think how to please Christ. من خودم شخصا این عادت رو که در فکرم هست روزهای یکشنبه دارم که جوری برخورد بکن در کلیسا که برازنده یا انتظار میره یک مسیحی انجام بده. But the rest of the week, I really don't think much about that. که مسیح رو در واقع خوشحال کنم، ولی در بقیه روزهای هفته خیلی در فکر این موضوع نیستم. And that's entirely the wrong attitude. و این یک طرز فکر کاملا اشتباه. One American preacher asks his congregation, when was the last time you drank a glass of water in the name of Christ? یکی از در واقع کشیشان آمریکایی از اعضای کلیساشون پرسید آخرین باری که یک لیوان آب در نام مسیح خوردید کی بود؟ All of our lives are to be lived for him. تمامی زندگی ما باید به نحوی باشه که برای او باشه. As we live for Christ, we honor his and our Father. همچنان که ما در مسیح زندگی میکنیم یا زندگی که در مسیحیه برای در واقع جلال نام خداوند پدر آسمانی و مسیح. God gets the glory through his Son, and he deserves our thanks for all he has given us. خداوند جلال خودش رو از طریق فرزندش، اون جلال خودش رو از طریق فرزندش و تمامی سپاسگزاری ها یا تسبیحات ما رو لایقه. So, live as God's people with renewed hearts and do everything in and for Christ. What does that all look like in practice? خب گفتیم که زندگی کنید برازنده قوم خداوند با قلبی نو و همه چیز رو برای مسیح انجام بدید یا در مسیح انجام بدید. ببین در عملش چه شکلیه؟ Are we just to forget about how our church family have sinned against us and pretend everything's fine? آیا ما باید فراموش کنیم که اعضا چه گناهانی در حق ما کردن یا خانواده‌مون چه اشتباه و گناهی در حق ما کرد و ظاهر سازی کنیم انگار همه چیز خوبه؟ Are we to completely avoid any topic that might be controversial or divisive? آیا ما باید تمامی موضوعاتی که ممکنه بحث برانگیز باشه یا ممکنه باعث تفرقه بشه رو اصلا نادیده بگیریم؟ I don't think so. And let's try to apply some of Paul's principle in our final couple of minutes here. فکر نمی‌کنم. بریم این در واقع دستور عمل‌های پولس رو اینجا یکم به کار ببریم. First of all, when one of our brothers or sisters in Christ sins against us, we need to remember who they are. اول از همه اگر برادر و یا خواهر مسیحی شما در حق شما گناهی کرد، اولین چیزی رو که باید در نظر بگیرید و به یاد بیارید که اون کی هست. They are not our enemy, they are our family, one with us in Christ. اونها دشمن نیستن. اونها خانواده ما، خانواده‌ای که در ما یک شده در مسیح هستن. For smaller things, for the sake of unity, we may need to bear with people and let things go. برای مسائل ساده و برای اینکه اتحاد حفظ بشه، شاید ما لازم باشه که همدیگر رو تحمل کنیم به خاطر این اتحاد. For others, we must be ready to forgive.
برای بعضی از مسائل حتی باید آماده باشیم که ببخشیم. And Matthew chapter 18 gives the pattern for challenging and seeking repentance. در انجیل متی فصل 18 عیسی مسیح یک الگویی میده برای درخواست یا چالش کشیدن گناه یک نفر و طلب بخشش کردن. And we need to be thankful that we who deserved nothing but God's wrath have been forgiven. و ما در نهایت باید سپاسگزار باشیم. چرا؟ چون خود ما هیچ چیزی جز خشم خداوند و غضب خداوند رو لایق نبودیم، ولی بخشیده شدیم. What about discussing topics? What about discussing topics like those of an ethical or political nature? حالا در مورد مسائلی که یه مقدار سخت هستن، مسائل ریشه‌ای مثل سیاست یا فرهنگ، اینها چی؟ The most important thing is to let Christ and His Word shape our thinking. Shape our Influence. در این گونه مسائل که ممکنه یه مقدار بحث برانگیز باشه، مهمترین موضوع اینه که اجازه بدیم کلام خداوند، عیسی مسیح، افکار ما رو شکل بده. When I was a lot younger, I worked for a Christian public policy organization called Christian Concern. وقتی که خیلی جوان‌تر بودم برای یک مؤسسه‌ای کار می‌کردم به عنوان یک مؤسسه در واقع عمومی یا پابلیک، بهش میگن سیاست‌های مسیحی. At the time, something called Brexit was being debated pretty heavily. You might have heard of it, perhaps. در اون زمان برگزیت خیلی تاپیک جنجالی بود، در موردش صحبت می‌شد. When discussing this sometimes emotive topic, the leadership always reminded us that we are family in Christ. در این گونه موارد وقتی که در واقع فصل‌ها یا صحبت‌ها خیلی داغ بود، گروه رهبری و در واقع مسائل خیلی احساسی بود، گروه رهبری همیشه ما رو یادآوری می‌کرد که ما در مسیح یک خانواده هستیم. And that we needed to make our arguments from the Bible. و اینکه ما نقطه نظراتمون یا دفاعیاتمون رو باید از دیدگاه کتاب مقدس بیان بکنیم. Not from social media hype, not blindly following what our side or our tribe was saying. نه از طریق رسانه‌های دست جمعی یا اینکه قبیله و گروه و خانواده‌مون چه فکر می‌کنه. The Christian apologist C.S. Lewis wrote that the love of Christ perfects all other natural loves. در واقع یک محقق یا یک نویسنده مسیحی از خیلی‌ها میشناسنشون، C.S. لوئیس که فیلم نارنیا هم بر اساس کتاب اونه، میگه که عشق مسیح تمامی عشق‌های طبیعی این دنیا رو به کمال میرسونه. When we seek to honor Christ, we will more perfectly love our family, love our neighborhood, love our country and our culture. وقتی که ما در پی جلال بخشیدن مسیح باشیم، در عین حال در واقع این باعث میشه که بتونیم خانواده‌مون، محلمون، کشورمون، فرهنگمون و همه چیز رو دوست داشته باشیم. But we must keep our identity in Christ and His Word at the center, letting it richly dwell in us, as verse 16 tells us. ولی نکته اصلی اینه که یا در واقع اون امای بزرگ اینه که باید اجازه بدیم یا باید هویت مسیح رو به عنوان مرکزیت این هویت یا این وجود قرار بدیم و اجازه بدیم که این مرکز به غنا یا به دولتمندی رشد کنه. The teaching of this passage is something every church needs to hear. چیزی که این فصل به ما آموزش میده، چیزی که هر کلیسایی باید یاد بگیره. Let's pray now that our Heavenly Father would help us live it out. بیایم دعا بکنیم که خداوند پدر آسمانی به ما کمک کنه.
Father, please help us to live truly as God's people with thanksgiving. پدر به ما کمک کن که به حقیقت به عنوان قوم خداوند با شکرگزاری زندگی بکنیم. Help us to love one another in the peace of Christ and honor him in all areas of our lives. اجازه بده که با عشق همدیگر رو با صلح مسیح محبت کنیم و مسیح رو جلال ببخشیم در هر قسمت از زندگیمون. In Jesus' name, amen. در نام مسیح آمین.